خبرهای اقتصادی امروز 2 مارت در پیام تیوی. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال در جمهوری باید 605,483 گکتار زمین شودگار کرده شود و تا آخر ماه فوریه سال 2023 میدان کشت حدود 540,000 گکتار یا 90% را تشکیل دهد. از این جمله زیاده از 176,000 گکتارش برای کشت غله، 186,000 گکتارش پخته، قریب 283 گکتارش برای کشت سبزیجات، زراعت‌های پولیزی و دیگر زراعت‌ها جدا کرده شده است. در سال 2023 در تاجیکستان 1.6 میلیون تن غله از جمله 975,000 تن گندم به نقشه گرفته شده است. جمع‌آوری پخته در حدود 430,000 تن پیش بینی شده است. علاوه بر این کشاورزان وظیفه‌دار شدند که بیش از 3.5 میلیون تن سبزیجات استحصال کنند. امسال میدان کشت پیاز و سبزی نیز وسیع کرده شد. جمع‌آوری پیاز در موسم باید 747,000 تن و سبزی بیش از 500,000 تن را تشکیل دهد. طلبات سالانه به پیاز در جمهوری 300,000 تن و سبزی 250,000 تن پیش بینی شده است. اینچنین با بلند برداشتن حاصلناکی از 1 گکتار حجم استحصال کارتوشکا به 1,172,000 تن رسانیده می شود. از اوایل سال 2023 در تاجیکستان تولید گوشت از چاروای کلان و خرد 13.3% افزایش یافته است. در همین حال استحصال گوشت مرغ در سطح پیشینه باقی مانده ولی پرورش ماهی قریب 50% زیاد شده است. در مجموع در ماه اول سال جاری 13.8 تن گوشت استحصال شده است. اینچنین در جمهوری استحصال ماهی نیز افزوده است. در کشور نزدیک به 499 تن ماهی استحصال شده است. این رقم نسبت به ماه ینوری سال گذشته 40.8% بیشتر است. در مورد گوشت پرنده باشد آن به درجه سال گذشته موافق بوده زیاده از 3.8 تن را تشکیل می دهد. باید گفت که موافق معلومات اداره های دخلدار بخش اقتصادی جمهوری تمایل پی در پی افزودن استحصال گوشت پرنده اساساً از حساب گوشت مرغ مشاهده می شود. گردش سودای خارجی ولایت سوخت با منطقه های روسیه سال از سال افزوده در سال 2022 به 616.6 میلیون دلار برابر شد. در این باره رئیس ولایت سوخت تاجیکستان رجب بای احمدزاده در ملاقات با معاون وزیر صنعت و سودای روسیه الکسی گروزدف خبر داد. با گفته رئیس ولایت سوخت ولایت با منطقه های گوناگون روسیه از جمله نیژگورод، سوردلوفسک، چلیابینسک، اورنبورگ، ساراتov، آستراخان، ایوانوو، لیپецк، ورونیژ، کراسноярسк، آلتای، داغستان و غیره ها همکاری زیچ دارد. در این ملاقات تذکر داده شد که ولایت سوخت دارای امکانیت های فراوان بوده جانب ها می توانند با سرمایه گذاری مشترک در ساحه های صنعت و کشاورزی طرحهای نو را عملی سازند که برای رشد منبع رابطه های تجارتی و اقتصادی و افزایش گردش مال و محصولات مساعدت نماید. معاون وزیر صنعت و سودای روسیه الکسی گروزدف قید کرد که هدف سفرش به ولایت سوخت جلب سرمایه به اقتصادیات ولایت سوخت، مساعدت وزارت صنعت و سودا در گسترش رابطه های اقتصادی می باشد. نرخ ارز بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 2 مارت اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سامانی و 45 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضه تاجیکستان را 1091 سامانی و 45 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1165 سامانی و 89 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1837 دلار و 95 سنت معامله شد. نرخ نفت خام نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برژه های اینترکانتیننتال اکسچنج و برینگراد فیوچرز لندن 84 دلار و 42 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برژه های نیویورک مرکانتال اکسچنج و لایتویت گراد اویل نیویورک 77 دلار و 78 سنت معامله شد.